این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که ماشینش تو جاده سوریه آب و روغن قاطی کرده و زور میزنه تا با خبرسازی و خبربافی همه چی رو آروم جلوه بده. دولت سوریه از قبلم اعلام کرده دوست داره بحران سوریه بر اساس مذاکره با مخالفین سوری و نه تکفیری حل و فصل بشه. لذا این آمادگی از قبل در دولت سوریه وجود داره و الان اجبار میدانی هم میتواند معارضه را به پای میز مذاکره بیاره. اما اگر این نقاب دود و دم رو کنار بزنی، اصل قضیه اینه که چند وقتیه جام زهر رو دادن به دست عظما و خودش هم مونده باهاش چه غلطی بکنه. از اونجایی که روز به روز داره به شمار پاسدارای ترکیده اضافه میشه، این بسیجی‌های چکش خورده میخوان با این روزه ها به همریشاشون دلداری بدن. ما اونجا خط مقدم کشور ما، نه به عنوان دین ما حتی بگیم عنوان ایرانی اونجا خالی بشه، مطمئنا ما به فاصله بسیار کوتاهی باید این جنگ رو در مرزهای خودمون داشته باشیم و به نوعی این جنگ پیش دستانه است برای امنیت ماست. هر کسی که به سوریه اومد از بچهای ما همه داوطلبانه، همه مشتاق دفاع از حرم حضرت زینب و حرم حضرت رقیه هستن. با اذن رهبرم از جانم بگذرم در راه این حرم. اینا هم اینجا جمع شدن تا به شیوه تبلیغات لب جوبی به پاسدارای ریزشی روحیه بدن و راه ترکیدن تو سوریه رو باز نگه دارن. شهدا گردن ما همه حق دارن، همه بچه‌ایتی هستیم. آل سعود اینو بچه لاته ایران زمین، بچهای ملک ری شهرره امین آقا فرزانه میگن آمده ایم که ردتان را بزنیم، در نقص حدود حدتان را بزنیم، از فضل الهی تبری در دست گیریم تا ریشه حبستتان را بزنیم. بچه این مدافعین حرم هستن. فقط سوالیه که خودش چرا هیچ تکونی نمیخوره تا شعارهاش رو عملی کنه. اما این وسط از همه بیریختر پرواز هواپیماهای پوتین از پایگاه نوژه همدان بود که خودش تو نظام ولوله‌ای به پا کرده و آخوندا مجبور شدن برای رفع و رجوع قضیه به چنین مهملاتی روی بیارن. ما پایگاهی در اختیار هیچ کسی قرار ندادیم و اینکه ما با روسیه به عنوان متحدمون در مسائل منطقه مخصوصا سوریه همکاری داریم به معنای نیست که ما پایگاهی به روسیه از نظر نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه‌های رفته تکذیب میشه. در پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی جنگنده های روسیه با توجه به مسافت طولانی که باید طی بکنن گاهی نیاز به سوختگیری دارن که این سوختگیری اونجا انجام میشه و این امر هم یک همکاری راهبردی ضروری در جهت حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی است. باز دوباره آخوندا داشت از زیرزیرکی یک کاری میکردن ولی افشا شدن خبرش چوب لای چرخشون گذاشت و طرحشون رو کله پا کرد. حالا جام زهر سوریه در حالی داره به سمت حلق ولایت روونه میشه که تبعات جام زهر قبلی هنوز ادامه داره و هنوز بانک‌های دنیا تره هم برای شیخ فری و اقتصادش خورد نمی‌کنن. حالا قرار شده با شرط و شروط وضعیت ایران در این لیست بازنگری شود. اتفاقی که اگر بیفتد پولهای بلوکه شده آزاد می شود و مراودات مالی ممکن. اما با وجود برجام هنوز خیلی از بانک‌های اروپا حاضر نیستند با ایران ارتباط مالی داشته باشند. هرچی آخوندا میخوان توپشون رو از دروازه برجام رد کنن که قفل تحریم ها باز بشه، باز یه مانع دیگه سر راهشون هست. از اون طرف شمع خالخالی هم مشغول دیپلماسی موسموسه و میخواد با این عجز و لابه ها و فیگورها جلوی جماعت غربی افه بیاد و یه آبی از این برجام کذایی برای نظامش گرم کنه.
هشدار برجامی به طرف غربی صبر ایران هم اندازه‌ای داره. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون در دیدار با وزیر خارجه نروژ با تاکید بر اینکه لغو همه تحریم‌ها برای ادامه مسیر اجرای برجام ضروریه گفت تهران رفتارهای مغایر با روح برجام برای حفظ تحریم‌ها رو تحمل نمی‌کنه. آخوندا دنبال بستنی لغو تحریما بودن، اما اینقدر طرف حسابا این بستنی رو این دست و اون دست کردن و پیچوندن که آخرش یه لیس هم نصیب عثمان نشد. این هم یه سوتی اساسی از شیخ دودوزه باز که به زبون خودش میگه بیرونمون یه جوره و درونمون جور دیگه. مردم دوست دارن که اثرات برجام رو در زندگی خودشون و معیشت خودشون خیلی ملموس‌تر حس بکنن. ما وقتی در برابر طرف خارجی قرار میگیریم و صحبت میکنیم یه جور باید حرف بزنیم، یعنی کمبودها و کمکاریهای اونها، کاستیهای اونها، اهمال اونها رو باید به رخ اونها بکشیم و وقتی با مردم خودمون صحبت میکنیم این طرف قصه هم باید برای مردم توضیح. جالبی قضیه اینجاست که هر بار این شیخ فری بیاد لیوان برجام رو پر کنه دوباره از یه جای دیگه در میره و هیچ وقت لیوانش پر نمیشه. ببینید زهر هسته‌ای چه بلایی بر سر این رژیم آورده که حتی تو باند شیخ فری هم دعواست و این دوتا مهره جام زهری کابینه شیخ فری جلوی دوربین تلویزیون میرن برای همدیگه. مناطق آزاد اگر کسی میره برای گردشگری خب یه سوغاتی بخره اب نداره، ولی وقتی که نیسان رو پر میکنن شبانه منتقل میکنن و تریلی ها از اون طرف از مرز وارد میشه این دیگه روشنه. اولش آقای نعمت‌زاده بود که گفت یه نیسان پر میکنن شبانه میبرن بیرون. گیت داره، گمرک داره، نیرو انتظامی داره، چطوری شبانه میبرن بیرون؟ گفته با تریلی جنس میارن. خب با تریلی جنس میاد تو منطقه آزاد، یعنی گمرک ایران سند میزنه کالایی رو میفرسته تو گمرک منطقه آزاد. مگه میشه بدون ثبت گمرکی بیاد؟ این آقای نعمت‌زاده این حرفا رو زده. میخواین راجع به نعمت‌زاده این نکاتی بگم؟ بفهم. خجالت میکشم. بنابراین من توصیه میکنم که آقای نعمت‌زاده بی هوا حرف نزن. یه جایی از کوره در میرم ها. تازه اینا هر دو مال یه باندن که توی تلویزیون به هم میپرن. تو دنیای حیوانات همزیستی گونه‌های مختلف با هم خیلی بیشتر پیدا میشه. این سخنگوی شیخ فری هم یه حرفی برای ماسمالی قضایای حقوق نجومی زد، اما بعد توش گیر کرد و تیوریش هم اینجوری گذاشت جلوش. نقدی به شما وارد کردن که شما عذرخواهی کردید و در ادامه ولی از یکی از آقایونی که درگیر همین بحث فیشای حقوق بود حمایت کردید. این نقد رو وارد میدونی؟ حمایت چی بوده؟ مثلا فرمودن که شما گفتید ایشون از ذخایر هستند و غیره. اصلا این کی گفتم؟ کجا گفتم؟ چطور گفتم؟ در یک روز تودیع و معرفه که نیم ساعت صحبت میشه، شما یک کلمه از یک صحبت نیم ساعته رو، شما که دارم میگم اون منتقد محترمی که اینجا کارش فقط اینه که بگرده ببینه کجا یه ضعفی فردا تو روزنامه‌اش بزنه و اشاره بکنه که اصلا یه چهره مشهوری هم هست. همه این مدیرانمون ذخایر این نظامن.
سالها زحمت کشیده شد. همه مدیرانمون، چه مدیرانی که استعفا دادن جزء ذخایر انقلابمونن، چه اونایی که الان دارن زحمت میکشن. لابد اگه از این باقی همکاسه هاش بپرسید چجوری به این حقوقهای نجومی رسیدید، میگن اینجوری. به وزیر آموزش و پرورش شیخ بری گفتن چرا بچه ها جای ورزش ندارن؟ پاسخ رو خودتون ببینید. وزیر مملکت داره تو سالن اجلاس سران نرمش میکنه، نگاه کنید. خیلی از عزیزان فکر میکردن که حالا که ما بعضی از مدارسمون کوچیکه، حیاتش هم خیلی فضای بزرگی نداره، خب نمیشه ورزش کرد، در حالی که ما نشان دادیم که حتی در فضای کوچک هم بچه ها میتونن تحرک داشته باشن و هرچه تحرک بیشتری داشته باشن. این هموطن شمالی ما با لباس تیم ملوان بندرانزلی مشغول هنرنمایی با توپ، اونم فرسنگ ها دور از میهنشه. جالبتر از حرکات خود این جوون کامنت های شیرین همشهریاش از پشت دوربینه. یه جا وایسه بگی تو دور نزنیم، یه پیران دیگه معلومه ایرانه. همه این الان پخش میشه تو یوتیوب، اینا وحشتناک. ماشاءالله بزن با پیران ملامان سید یوسف زاده. ماشاءالله مدد بگیر دیگه، نه بگیر کامل بگیر. الان بایستی میگه نگاه کن. الحق که پیران مالوان دو گوده تو